این خانه شخصی است که بعد از سر او باعث سودبازی فرزندانش شده است. پسر و دخترانش برای آن در دادگاه می جنگند. گلدسته رسولова تا مرگ پدر همراه او در همین خانه زیسته است. اما برادر او زویر رسولов خود را وارث پدر می داند. خواهر خردی رخشانه نیز خود را میراث برمی‌شمارد. انا بعد گذشتن اتم از سال 2018 اینا 3 سال میشه 3 سال زیاد شد که مورانم خیلی روز مونا میکرد. اینا که سودی کلو مرا فایرات کرد. حالا ما همه را چی نسبتی همی برآورده ما سنی سودگری استم گفتم که من زنکی به شوهرم گفتم ده فرزند دارم گفتم ما کجا میرم. پدر فرزندان سیحامید رسولов سالها در وزارت کارهای داخلی کار کرده است. حجت‌های دو خانه یکی در کلاب و دیگری در دوشنبه به نام اویند. امی دادرم هم جا زندگی میکرد. چند بار سنی پدرم که خونه را بنامم که من نمیستم در خونه من قلاورم اینجا در خونه را بنام که پدرم گفت که من ایت باوری ندارم گفت من تا وقتی زندگی چی ما برنامه چی کنم میکنم گفتم بعد میدونم برنامه کی کنم. از سیحامید رسولov 2 پسر و 4 دختر مانده اند. 3 نفر خانه دارند. 2 دختر به گلدسته و رخشانه وکالتنامه دادند که حصه میراث آنها به این 2 نفر داده شود. در وکالتنامه موجوده و میجگانه رسولوها گفتند که گلدسته به جای آنها حق دعوا دارد. این حالت گلدسته و رخشانه و زویی را در تقسیم میراث به بحث دادگاهی کشیده است. گلدسته میگوید از 3 خانه پدر در بحث به آنها 1 اتاق خانه رسیده است. زوی رسولov قضیه را نخواست شرح دهد. تنها گفت که دادگاه چه قرار قبول کرد از روی همان عمل میکند. تقسیم میراث وظیفه نه شما نه من نه او. برنامه شده برادر. برنامه‌ای که میبره هیچ کار حق ندارم چون ماری بررسی کنه که برطرف نه فقط خودی اولی کنه میتونه. پیدا نشدن وکالتنامه و شفاهی گفتن پدر درباره دادن وکالتنامه به نام دخترها پای آنها را به در دادگاه برد. خودشم 1 ماه پیش موندنش هر ماه توقع بدیم گفت که من زویشانی دارم گفته همین دادرم که جایده مورد تهدید کرده من شوهر ندارم خواهر میدکیم گفته که هر دیوره بعد گذشتن پدرم من میدونی را چیکار کنم من گفت زویشانی دارم مو همین زویشانی را دادر جان گفت من خیر راستی گپ نپرسیدم. در دادگاه شهر و منطقه گفتند مراجعت ها در تقسیم میراث وقت آخر افزوده است. و گفته مسئولان دادگاه از قضیه زویر و گلدسته رسولova آگاهند و پیچیدگی مسئله سبب گشته است که قرار نهایی قبول نشود. مشکل این خواهر و برادران از آنجا سرچشمه میگیرد که پدر هنگام زنده بودن وصیت رسمی نمیگذارد و میراث را تقسیم نمیکند. در بسیار از کشورها تقسیم میراث با وصیت‌نامه برای آن نهانیده شد که در صورت نبودنش بخش بزرگی از میراث شخص به فایده دولت میگذرد. این عقیده زیاد صدا می‌دهد که چنین قانون میتوانست پیش راه بسیاری از بحث‌های میراث را در تاجیکستان بگیرد. بحث‌هایی که گاهی به خونریزی هم میکشانند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.